در زمان صبح استقلالی با توجه و دستگیری و غمخوری‌های پیوسته حکومت مملکت ساحه معارف رشد نموده با بنیاد انشاءات نو زمانوی فراهم آوردن شرایط ارزنده تعلیم و تربیه و غمخوری پیوسته نسبت کارمندان ساحه امکان داد که نشان دهنده و دوره به دوره بیشتر گردد. در پرتو سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت به ساحه معارف همچون ساحه مهم و افضلیتناک توجه خاصه روانه شده است. طبق آمار رسمی سال تحصیلی 2024-2025 در ولایت سوخت 959 مؤسسه تحصیلات عمومی فعالیت کرده 578302 نفر از جمله 283763 نفر دختران به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. نسبت به سال تحصیلی 2023-2024 شماره مؤسسه‌های تعلیمی 7 عدد و شماره خوانندگان 7714 نفر زیاد شده است. سال 2024 در ولایت سوخت 73 انشاءات با 10745 جای نشست در یک بست از جمله در نزد 65 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 331 صنفخانه علاوگی با 9365 جای نشست 7 تالار ورزشی 13 میدانچه ورزشی و 8 بینای مؤسسه تحصیلات تا مکتبی با 1380 جای نشست به استفاده داده شدند. محض در دوران صاحب استقلالی کشور با دستگیری جناب عالی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ساحه معارف در دیگر منطقه‌های کشور در ناحیه اش نیز با دستگیری جناب عالی پیشرفت ایستاده است. این از آن شهادت می‌دهد که با مستحکم گردیدن بعضی مدیر تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی خوانندگان ما در المپیادهای فنی جمهوریوی و سطح بین‌المللی سزاوار جایهای نمایان گردند. تحلیل‌های آماری نشان می‌دهند که در ولایت سوخت 284 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی فعالیت دارند و در آنها 47074 نفر کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. همزمان در نزد 715 مؤسسه تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت 1160 گروه مرکزهای انکشاف کودک عمل می‌کنند که 23948 نفر کودک سن 6 ساله در مرکزهای انکشاف کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در اساس دستور سپارش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، مقامات‌های محلی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌ها، صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه، بیناهای مؤسسه تا مکتبی بنیاد و کودکان به تعلیم و تربیت هرچی بیشتر فرا گرفته می‌شوند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه معارف را یک از ساحه‌های افضلیتناک و کلیدی حسابیده جهت توجه و زینه تحصیلات تا مکتبی برای تشکل قابلیت ذهنی کودکان مرحله خیلی مهم به حساب می رود. از اینجاست که با دستور و هدایت‌ها و زحمت‌های شبانه روزی پیشوای ملت از آغاز سال استقلالیت تا به امروز صدها مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی ساخته به استفاده داده شده ایستاده است. مورد ذکر است که با مقصد بهتر نمودن سطح و صفت تعلیم و تربیت سال 2024 در نظم مؤسسه تعلیمی ولایت سوخت 677 کابینت فنی تشکیل کرده شده است. این تدبیر در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه تامین نمودن مؤسسه تعلیمی با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سال‌های 2021-2025 عملی شده است. سال روان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، شهر و ناحیه‌ها، صاحبکاران سخاوتمندان، انشاءات ساحه معارف بنیاد، کابینت‌های فنی تشکیل و خوانندگان و آموزگاران هوسمند گردانده می‌شوند. هدف عملی نمودن نقشه‌های سازنده حکومت مملکت در ساحه معارف مطابق نمودن مؤسسه تعلیمی به طلبات زمان امروز و رشد بیشتری ساحه معارف ارزیابی می‌گردد.